راهبه از برزیلیا اینا کانابارو لوکاسی 116 ساله سالخورده‌ترین انسان روی عالم بوده است. این معلومات را مؤسسه لانگوی کوست که حیات پیرانسالان جهان را پیگیری میکند تصدیق کرده است. همه چیز خوب است. من جوان، زیبا و در فکر دوستی می باشم. همگی 115 سال دارم. لوکاس 8 یونی سال 1908 به دنیا آمده بعد فوت تامیکا ایتوکا ژاپنی در آخر سال 2024 عنوان سالخورده‌ترین زن روی عالم و سالخورده‌ترین انسان روی عالم را کسب کرد. بعد از این حادثه نمایندگان مؤسسه لانگوی کوست با لوکاس در خانه پیرانسالان شهر جنوبی پورتو الگری برزیلیا واخورده در یک مراسم خاص با او جایزه سالخورده‌ترین راهبه روی عالم و سالخورده‌ترین انسان برزیلیا را تقدیم کردند. مؤسسه لانگوی کوست شهادت می‌دهد که اینا کانابارو لوکاس سالخورده‌ترین راهب زنده روی عالم و سالخورده‌ترین انسان در برزیل شناخته می شود. خدا به شما برکت دهد.